هر ماه به صورت منظم این کالابرگ به خانواده ها به ازای هر نفر 1 میلیون تومان از این پس پرداخت می شود. سیاست دولت در واقع به این شکله که اگر در ارز توافقی تغییر پیدا کرد یا قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا کرد، این مبلغ هم افزایش پیدا میکنه. اون چیزی که دولت به دنبال اونه اینه که قدرت خرید مردم در کالاهای اساسی ثابت بمونه و یارانه ای نباشه که یک مرتبه داده میشه و بعد با افزایش قیمت ثابت بمونه. این تفاوت اصلی این سیاست با سیاست‌هایی که تاکنون اجرا شده. معمولاً ما یک یارانه نقدی به مردم داده میشد، بعد در افزایش قیمت‌ها قدرت خرید مردم مستهلک میشد. اما این بار مبلغی که ما به کالای اساسی پرداخت میکردیم که حدود 10 میلیارد دلار در سال حداقل بوده، این یارانه بر اساس ارز توافقی به مصرف کننده و